إلى گروه از مجاهدین سوار و تندهای هامویی در حال ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان و میهمانان گرامی از پشت روز عبور میکنند. هامویی اکنون از وسایل زیرینی معترضی پیاده نظامی بوده که در رفتار و داخل موضوعی توانایی آتش و از بین بردن موازی پیاده دشمن را دارد و در تعرض در مقابل قوای پیاده دشمن استعمال میگردد. واسطه نام بردن قابلیت انتقال 5 تن هر سنن پیاده را دارا می باشد و در هر نوع اراضی زلزال، کوهستانی و تپه‌زار مورد استفاده قرار میگیرد. وزارت هوایی ځواکونو د زمینی ځواکونو ملتیا کوله. اوس هوایی ځواکونه په مستقله توګه یو ځل بیا که در میدان محاربت کنی دشمن را میشکافد و رسم و نظم خاص عسکری در حال ادای احترام از مقابل روز عبور میکند. این وسایل در مقابل موازی مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاعی راکت‌های RPG و سوپ هفت‌تور را دارا بوده و در موازی دشمن دارا و آن را تخلیق میسازد.
اسلامی افغانستان عبور میکنند. تانگاهای زیرینی جاریدار قابلیت جنگی را در هر نوع شرایط دشوار دارند و این وسایل در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاعی رابطه‌های RPG و توپ حساس‌گو را دارا بوده و بالای مواضع دشمن بدون کلام ترس و هراس حمله نموده و آن را نابود می‌سازد. جاوی اوجات الغرب لما يكون قوام الجاف مقاومات دري او لما يكون قوام الجاف مقاومات وهذا دعوة تتاج الزين او اختلاف هذا. Mañana kan ya. Tanya kan? Ya mesti saja. Sampai. Ngomongnya. بنمدگان محترم اکنون کندک تندهای شهیدان وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان و نظم عالی ارتش ملک حقوق و مراتب احترام خیش را به هیئت رهبری و مهمانان گرامی تقدیم میکنند. از من خاموش است. اسلامی امارت دلور مجاهدینو داستان دینی او دغه چې د خلکو د هوساینې او د ساتلو لپاره ځان وباسي له غرور کبر او پرته له شریعت د خلوصي او نور کار اخیستل د ولس ګواښل ویرول او ځورول د هغوی سر مال او عزت ته تاوان رسول هغه ستر جنایت دی چې د ارتکاب له امله به نه په دنیا او نه هم په آخرت کې له محاسبې خلاصوي. د اعلی قدر امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله له وینا وکړه. بنمدګان مراسم وتهيئ حضري وزارت الدفاع الملي امارات اسلامي افغانستان يقبل بجانبها تهيئ الجيش ونمرد بدافع
مشاهدین هر قدم مستقبلانه برای Cara que digo como mal. دو دفعه نشه یک دفعه خلاص ها برو آمد برو در بگراند بگی سه دو یک ریکورد یک قوای هوایی ما را در آماده سی مراكز توزيع استحكامات او ذخائر العمومي او بهدف تعاقد الجهاز من نبره بلويشي تذكر التعرض بالامور الدفاعي تنشر من بلويشي او صحيح تذكر وعد الامر بعد الوقت من الاشتراكي والمعيشي بندر جلوز من الدفاعي نجم الدفاعي سرى بتريدو الصحاح دستگاه ترتیب کننده رابطه لونا دسته رسانه در فرصت بسیار اندک سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل میکند در حال عبور از مقابل الروز و ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان میباشد. لونا یک رابطه پرقدرتی دارای بمبی متوسط بوده که در مقابل تجمعات وسایط گروهی دشمن خطرهای وسایط و تخریب مواضع مستحکم دشمن استعمال می‌گردد. در راکت پساریدن مجازی که در افراد و قانون فیزیک کارگر کیږي. دا راکت پلس تر سنجولې هم کارول. چې د